اولین باری که به صورت خیلی جدی تصمیم گرفتم با لباس ورزشی عکس بگیرم و به عنوان بدل مسی خودم معرفی کنم، پدرم تشویقم کرد. پدرم گفتش که این کارو بکن، مطمئنا جواب میگیری. دو بودو اومدن گفتم بچه‌ها مسی بعد رفتم واقعا از دور که دیدم واقعا فکر کردم خود مسی رو دیدم مبارزه. بازی ایران و آرژانتین بود که مسی گل زد به ایران دقیقه آخر و باعث ایران حذف بشه از جام جهانی. پدرم چون خیلی فوتبالیه زنگ زد بهم گفت خونه نیا. فهم گفت من اون گل رو زدم. دیگه رام نداد اون شب خونه و